ببینید بازی کردن با این دک کاملا آسونه و ببین کاملا تضمینی میگم نمیاد رو دست این دک، واقعا خیلی دک خفنیه. ببین اگه فکر میکنی که همه چی به لایک و ساب و ویوه، یعنی واقعا بهت پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببین و کاملا نظرت در این مورد عوض میشه و بهت قول میدم که از این به بعد چنل منو دنبال کنی. نکنین من برای اینکه قشنگ بهتون ثابت کنم رنگ کم پلی دادم که قشنگ ببینین چطوریه و من آخر این ویدیو هم دکو براتون میذارم، همین که چجوری باش پلی بدین رو میذارم. خب دوستان همینجوری که ملاحظه کردین این دک یه جوریه که به نظر من واقعا هیچ دکی نمیتونه رو دستش بیاد. خب یعنی همینجوری که این ویدیو رو دیدین نه مگانایت میتونه کاری کنه، نه چیزای مثلا خیلی سبک مثل گابلینگ، یعنی قشنگ دک تعریف من یه چیزایی بود که تقریبا چیزای معروفی بود که همه استفاده میکنه، یعنی قشنگ گابلین گنگ توش بود، 2 تا اسپل توش بود، مگانایت توش بود، اسکلتونا توش بودن، اسکلتون گاردین البته، و بهتون میگم که بیلدینگ داشت برای هوگ رایدر همین جوری که دیدین خودتون. یعنی واقعا میتونم به جرئت میتونم بگم که خیلی دکه واقعا خوب و متاییه به نظر من. اگه نظر منو بخواین، حالا بازی کردم با این دک چجوریه نگاه کنین. خب یه سری چیزا رو که اصلا لازم نیست بگیم، مثلا چجوری مگانایت تو چیزای سنگین رو بندازی، اینا اصلا نیازی نیست. خب اول یه چیزی این که یا رویال گوست یا بهتون بگم که بربر نخبه رو یه سمتی ول بدین و بذارین کمی برن جلو. انمی که دفاع کرد قشنگ اکسیراشو خرج کرد، اگه یه وقتی دیدین روی بربر نخبه مثلا اسکلتون آربی انداخت، سری روش ریجو بندازین که اسکلتون آربی بمیره، سری اونور رو گوول بدین. یا باید بربر نخبه رو جمع کنه که روش ریج افتاده پاره میکنه، یا باید هوگو جمع کنه. یعنی تموم. خیلی عادی. فقط با بقیه کارتا دفاع کنین و با سعی کنین اکسیر انمی رو بکشین پایین و با بربر نخبه یا رویال گو سرشو گرم کنین، بزنین با اونا دفاع کنه، هوگ رایدر رو بندازین پشتش. یعنی قشنگ تموم شد و رفت. یه دک هم ضد اسپم، هم برای حمله عالیه، هم برای دفاع. اگر هم دکو از اول ویدیو برنذاشتین من الان براتون میذارم. به امید دیدار.